با سلام با یک شما بینندگان عزیز، نویدی بمدودی تقدیم از رادیو آزادی امروز 29 سپتامبر و در پراگ همین حالا ساعت 7 صبح با همه شما عزیزان تنسیتی و خانوادگی را تمنا دارم. سپاس که روزتان را با ما آغاز میکنید و حالا در چند دقیقه دیگر نوگانی ها را برایتان میگویم. شروع میکنم از خبری جهانی. در شبانه روز گذشته تعداد قربانیان از بیماری کووید 19 در جهان از 1 میلیون گذشته است. به نظر نمیرسد که میزان سیرویت کاهش یافته باشد. طبق اطلاع دانشگاه جاب هاپکینز که تا شام 28 سپتامبر شماره قربانیان از سیرویت کرونا ویروس نو به 1 میلیون و 555 نفر برابر شد. تعداد جان باختگان از این ویروس در ایالات متحده آمریکا به 205,000 نفر رسیده است. در هندوستان باشد به 95,500 نفر. کووید 19 ماه دکمبر سال گذشته در چین ظهور کرد و در سراسر دنیا پخش شد. یکی از واکسینه های کرونا ویروس در مرحله نهایی آزمایش می باشند، ولی صرف نظر از آن هر روز تقریبا 5,000 در سراسر عالم بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند. امروز تاجیکستان آمدن عبدالله اوریپوف نخست وزیر ازبکستان را منتظر است. درباره جزئیات بیشتری سفر هیئت ازبکستان با رهبری نخست وزیر اوریپوف مقامات هر دو کشور توضیح زیادی نمیدهند، اما یک مقام آگاه از جزئیات این سفر گفت باز کردن مرز از موضوعهای گفتگوی قائر رسولزاده و عبدالله اوریپوف میباشد. مرز دو کشور به دلیل پنجشنبه ویروس کرونا از میانه‌های ماه مارس سال جاری به این طرف بسته باقی میماند. مسئولین نمایندگی شرکت ازبکستان هوا یولاری در دوشنبه به رادیو آزادی گفتند موضوع دوباره آغاز شدن پروازهای مستقیم میان دوشنبه و تاشکند بعد 1 اکتبر روشن می شود. مقامات ازبکستان 2 هفته پیش گفتند از 1 اکتبر امسال مرزهای کشور را پورا باز کرده حرکت ماشین و قطار و هواپیماها را برقرار می کنند. در روی خط کشورهایی که مرز ازبکستان برای آنها باز می شود نام تاجیکستان هم هست. شرط اساسی این سپردن تست و 2 هفته کرانتین شدن در ازبکستان می باشد، اما مقامات تاجیکستان تا حال درباره باز شدن مرزها صحبت نکردند. تا اون دمی که ازبکستان مرزش را پورا باز میکند، مقامات این کشور برای بازگردانیدن شهروندان بند مانده‌اش از روسیه برای زمینی و هوایی تلاش دارد. از جمله خبرگزاری های روسی می نویسند که در ناحیه کینیل ولایت سمر اردوگاه مهاجران برهم داده شد. همه شهروندان خارجی که اساساً مهاجران ازبک بودند و شمارهشان بیش از 2000 نفر را تشکیل میکرد، از 25 تا 27 سپتامبر طریق اتوبوس، هواپیما و قطار به وطن انتقال یافتند. مقامات محلی میگویند در مجموع تا این دم از این منطقه بیش از 13,000 مهاجران از ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان که جمع آمده بودند به کشورهایشان فرستاده شدند. امروز شرکت سومون ایر از روسیه به تاجیکستان 5 پرواز چارتری انجام میدهد. 3 هواپیما مسافران را از مسکو به دوشنبه خواهد برد. در دوام یک روز پرواز از سورگود و نوسیبیرسک به پایتخت تاجیکستان صورت خواهد گرفت، یعنی یک پروازی انجام می شود. با وجود آنکه از نیمه همین ماه طبق جدول 71 پرواز چارتری برای انتقال شهروندان تاجیکستان به وطن تشکیل شده است، تا هنوز شماره داوطلبان سفر کم نمی شود. وابسته به برقرار شدن پروازهای دائمی، مقامات دو کشور به خلاصه نهایی نآمدند. جانب تاجیکستان میگوید 2 ماه می شود منتظر روزگی مقامات روس در این زمینه هستند. مهاجران تاجیک که از نرخ بلند پروازهای چارتری شکایت میکنند، از مقامات تاجیک درخواست دارند که بازگرداندن آنها را حداقل توسط راه آهن به راه مانند. روز دوشنبه صرف نظر از دعوت‌های جامعه جهانی به ختم نزاع، برخوردهای خونین میان نیروهای مسلح ارمنستان و آذربایجان در منطقه قره‌باغ کوهی ادامه یافتند و جانب‌ها همدیگر را با استفاده سلاح وزنین متهم می‌کنند. در برخوردها 10 تن از جمله مردم ملکی هلاک شده، صدها نفر دیگر مجروح گشتند. مناقشه اخیر روز یکشنبه 27 سپتامبر آغاز یافته، خوف دخالت روسیه و ترکیه را به میان آورد. 28 سپتامبر پرزیدنت آذربایجان سفربری نظامی اعلان کرده افزود که در برخوردها 7 شهروند آسایشته آذری کشته شدند.
19 کسی دیگر جراحت برداشتند. روز دوشنبه مقامات منطقه جدایی‌خواه قره‌باغ کوهی ابراز داشتند که در مناقشه 27 سپتامبر 2 شخص ملکی و 32 سرباز و افسر به هلاکت رسیدند. مقامات ارمنستان و قره‌باغ کوهی اعلام کردند که از زمان آغاز حمله آذربایجان 58 نظامی کشته شده، 200 نفر دیگر زخم برداشتند. هر دو جانب درباره ادامه زدوخوردها معلومات دادند. پرزیدنت تاجیکستان روز 28 سپتامبر بعضی سفیران تاجیکستان در کشورهای خارجی را عوض کرد. طبق فرمان امالی رحمان سلطان رحیمزاده به سبب به کار دیگر گذاشتن از مقام سفیر تاجیکستان در هندوستان برکنار گردید. به جای او در این کرسی لقمان بابا کلونزاده نشست. با یک فرمان دیگر سعدی شریفی سفیر نوی تاجیکستان در افغانستان تعیین شد. او در این وظیفه شراف‌الدین امام را عوض کرد که به نفقه فرستاده شد. همچنین در اوکراین نیز با فرمان امالی رحمان تاجیکستان را نفر نو دولتعلی نظریزاده نمایندگی خواهد کرد. در فرمان پرزیدنت سبب از این مقام سبکدوش گردیدن فیض‌الله خالبابایف بنابر به کار دیگر گذاشتن گفته شده است. دولتعلی نظریزاده تا این دم کنسول تاجیکستان در شهر سنت پترزبورگ بود. شما نویدی بمدودی را از رادیوی آزادی تماشا دارید. 3 شهروند تاجیکستان از پولشا و یا خود لهستان به زادگاهشان اخراج کرده شدند. تفتیشات ثابت کرده است که آنها با گروه تندروی دولت اسلامی ارتباط داشته شهروندان اوکراین و پولشا را برای انجام حمله های تروریستی در این کشور جلب می‌کردند. در ماه می امسال خدمات مرزبانی و آژانسی امنیت داخلی پولشا 4 شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده بودند. نفر پنجم اعضای این گروه در ماه ایون دستگیر گردید. مقامات امنیتی لهستان گفتند که او قصد سفر به سوریه و پیوستن به جهاد سازمان تروریستی القاعده را داشت. آژانسی امنیتی داخلی پولشا از وزیر کارهای داخلی درخواست کرد که قرار اخراج این 5 نفر را به وطن و اینچنین ورود دوباره آنها به قلمرو این کشور و دیگر دولت‌های شنگن را برای 5 سال منع کند. حالا 3 نفر آنها دیپورت شده و 2 نفر دیگر به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ شکایت بردند. ماه آینده حزب لیگ مسلمانان پاکستان که مخالف حکومت سروزیر عمران خان می باشند گردیمه‌های اعتراضی تشکیل کردن است. دیروز رئیس این حزب شهباز شریف با اتهام فساد به حبس گرفته شد. او میگوید این بازداشت با هدف سیاسی می باشد. تفصیلات در گزارش نوبتی. نهاد مبارزه با فساد در پاکستان رهبر مخالفین حکومت شهباز شریف را به حبس گرفت. حزب زیر رهبری او ماه آینده نقشه داشت با تقاضای استعفای سروزیر عمران خان گردهمایی‌های اعتراضی تشکیل کند. شریف که رهبری حزب لیگ مسلمانان پاکستان را بر عهده دارد 28 سپتامبر به حبس گرفته شد و دادگاه شهر لاهور قبول نکرد که او در مقابل پرداخت پول وثیقه در آزادی بماند. شریف با شستشوی پول متهم می شود. او عیبنامه را رد می کند و اصرار می ورزد که آن جلوی سیاسی دارد. شهباز شریف برادر خردی سروزیر سابق پاکستان نواز شریف است که سال 2017 با عیبنامه فساد از مقامش برکنار شد. نواز شریف فعلا در بریتانیا به سر میبرد. سال روان او را از زندان رها نموده اجازت دادند که در بریتانیا طبابت گیرد. هفته گذشته نواز شریف خاموشی 1 ساله را کنار گذاشته وعده داد که به واسطه اعتراضها سروزیر عمران خان را برطرف می کند. در دوشنبه کارمندان میلیسا 2 نوروز 17 و 19 ساله ساکن نویه رشت را دستگیر کردند. این 2 نفر به غارتگری متهم می شوند. وزارت کارهای داخلی میگوید گمانبران شب 25 سپتامبر در نزد وокзال روی آهن دوشنبه 3 نوروز 17 ساله از نویه قبودیان را لطوکوب کرده با تهدید زورآوری 50 سومونی پول نقد و تلفن موبیلیشان را گرفته از جای حادثه فرار کردند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نویدی بمدودی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ببینندگان عزیز، در پایان صحبت با شما درباره قربی‌ازاری خارجی معلومات می‌دهم. بانک ملی تاجیکستان برای امروز 29 سپتامبر نرخ $1.10.32 درهم تعیین کرده است. ارزش یک یورو برابر به 12.5 درهم میباشد. روبل روسی با شدت پایین آمده است. امروز 1000 روبل 130.70 درهم مقرر گردیده است که نسبت دیروز به مراتب ارزان تر است. برای این ساعت صحبت را به پایان میرسانم. خبرهای نو را 3 ساعت پس تقدیمتان خواهم کرد. روز خوب داشته باشید و تشکر برای همراهی.